درود دوستان عزیز، برنامه در صحرا است و امروز ما در دره الماسی منطقه شمال قرار داریم. یادآور میشویم دوستان عزیز که ما امروز برای شما یک خوراک غیر عادی آماده میکنیم. خوراک با کدو. دوستان عزیز، بعد از 15-20 دقیقه که برنج ما بالای آتش جوشید، ما آن را میگیریم.
بعد از آن که ما گوشت رو با پیاز در روغن سرخ کردیم آن را داخل کدو میاندازیم. پیش از آن که ما گوشت مرغ رو با برنج داخل کدو بیاندازیم سراول داخل آن را از دانه ها و دیگری که در داخلش هست تازه میکنیم. اکنون ما برنج و گوشت مرغ رو قبط قبط داخل کدو میاندازیم. اکنون ما برای خوش‌طعم شدن کدو از این ارچه های محلی استفاده می‌بریم. دوستان عزیز، بعد از کدو رو داخل آتش موندن حتما باید 1 ساعت و 30 دقیقه آن داخل آتش دم گیرد. خیلی گرم است آتش. دوستان عزیز، ما الکی کدوی خود را زیر آتش کردیم و کوشش میکنیم که یک شربت مخصوص از میوه های این کوهستان بیشتوسو آماده سازیم و چطور میبینیم در اینجا یک برادر ما با چیدن این میوه ها مشغول است. میرویم میپرسیم. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. و علیکم. با دیدارتان شدم. زنده باشین. و چی کاری مشغول هستین؟ همین بگم که همین اولوچا برای کسلوی کان اصلا برای داولینی همین چی بیاد فایده دارد. اصلا میخوام چینی مگ استفاده بریم. اصلا ما هم برای میوه چینی با اینجا برآمدیم، ناگهان شما رو دیدیم. شما خیلی علاقه چینی. بیاد فایده دارد برای سلامتی. شما هم مسئله از این جامعه چینیده برای شربت و نمیدونم برای ذخیره زمستان.
ما در همین کوهستان که زندگی میکنیم از تمام چیزای همین گیاهای فرض محض گیاهی هم از میوه گوشت استفاده می‌کنیم. بیاد برای سلامتی خوب است. سلامت باشین. تشکر. با شما برای کار. دوستان عزیز، چطوره که میبینید در لب این دریاچه انا همین گونه پودینه ها زیادن. این پودینه سیر کوهستانی تازه هستند و بسیار طعم خوب و بوی نو تکرار هم دارند و چطوره که میبینید سر هر قدم در این دیار با این گونه گیاه ها وا میخوریم. دوستان عزیز، اینا خوراک ما آماده شد. سیاحت کردن رو فراموش نکنید. در حقیقت مزه‌اش هم غیریادی آمده است. کدو